باران‌های شدید اخیر ماه ایون فعالیت نقلیات و اینفراساختار شهرهای سراسر چین را با مشکل مواجه کرده است. صبح روز پنجشنبه شبکه متروی شهر چنگدوی ولایت سیچوان زیر آب ماند. مأموریت مترو با قبول چاره‌های فوری تا نصف روز رفت و آمد قطارها را برقرار و ایستگاه‌ها را از آب و لای پاک نمود. باران شدید رفت و آمد مردم و نقلیات در کوچه‌های چنگدو را هم بسا دشوار کرده بود. روز چهارشنبه باشد در شهر تانگوای ولایت شمال و شرقی جیلین چین دوام 1 ساعت باران و ژاله برابر با چهارمغز و سیب به سر مردم ریخت. طبق اطلاع رسمی در بعضی گوشه‌ها سطح آب کوچه‌ها تا 90 سانتی متر بالا رفته رفت و آمد نقلیات را متوقف کرد. حکومت محلی تانگوا خدمات نجات را برای کمک به رانندگان نیازمند فرستاده ماشین‌های آنها را به مکان بی‌خطر انتقال دادند.